امروز یه هایمای 7X با یه ماجرای جالب پیشمون اومد تا برای ماشینش یه سازه 2 منظوره طراحی کنیم. چون این ماشین 7 نفره بود، صاحب این ماشین می‌خواست صندلی‌های ردیف سوم حذف بشن و جاشون یه سری باکس با فضای زیاد برای لوازم کمپشون ایجاد بشه. از طرف دیگه با خوابوندن 2 تا صندلی‌های ردیف وسط و باز کردن لتای تاشو فضای ایجاد بشه که 3 نفر آدم بالغ با قد 190 تا 2 متر بتونن راحت توش بخوابن. همچنین براشون مهم بود که بتونن خیلی سریع و راحت هر وقت که خواستن خودشون کیت کمپرشون رو از ماشین خارج کنن و ماشین رو تو کمترین زمان به حالت اول و فابریک برگردونن. خلاصه از اونجایی که تو نیچر گاراژ نشد نداریم و برای ما نمیشه معنی نداره، کارشون رو همون جوری که می‌خواستن طراحی و تولید کرد. روی کار هم به جای نمدی که روی تمام سازه‌هامون میزنیم، براشون روغن پوششی استفاده کردیم که هم رنگ و لعاب قشنگتری داشته باشه، هم چوباشون ضد آب و ضد لک بشه تا بتونن با یه دستمال کل کیت کمپرشون رو تمیز کنن. اینجاست که من میگم تو نیچر گاراژ هر ماشینی که بیاد ما تجهیز شده میفرستیمش سفر.